سلام و وقت بخیری داریم، سلام و شب بخیری داریم به خدمت شما دوستای نازنین. دوستای نازنین خوشحالیم که یک شب دیگر فرا رسید که به خدمت شما باشیم از کانال هرات برگ. دوستای نازنین سابسکرایب و لایک و شیر حیات شما نره. امشب آمدیم داخل بازار برنامه افطاری که به خدمت شما باشیم دوستای نازنین. نام خدا بازار هم که میبینید که میوه فروشا و دکاندارا کلا دکانای نواز و نام خدا بازار هم خوب شلوغه. انا میریم میبینیم که مردم توان ازیر دارن که برات میوه بیایم یا برات یک جنس دیگه برای خود لباس کوشی چی بگیرم. از شما هم خواهشمندم که همراه ما باشید. دوستای نازنین، طوری که پیشتر گفتم به شما داخل شیرخ فروشیم. واقعا بعضا انسان ها همین دست از اینا گوله. یک وقتی همین مکانی که شما مشاهده میکنیم یک جایی بوده که افتو نمیدید، باد اصلا اینجا تیر نمیشد. حال نگاه کنین که چقدر زیبا و مقبول خوشگل جور کردم دوستاما. سلام لالا، ساعت شما خوبه؟ بخیر، سلامت، خوشحالم، سلامت، نام شریف شما؟ فرید احمد. بسیار خوب. فرید احمد جان، ایر بگیم که شاگردیم، خلیفه ایم. شاگرد کنیم دیگه، امید صاحب کارم این جگاه هستیم. خب بسیار خوب. پس اینجا که معلوم میشه شیرخ فروشی از پدر شما؟ بله. بسیار خوب، نام خدا، ماشاءالله. خب چند وقت میشه که اینجا برای انداختیم؟ برای انداخته که بالا که هست 2 سال میشه و سابقه کاری تقریبا 60 سال میشه. از بابو ما اینجا بوده، اینجا کلا بابو ما که اینجا بوده، این دکون به دست از اونا بوده، ولی خودم بیام وظیفت کردم و دست ما تو دادم نسل‌های میت میره دیگه. بسیار خوب. تو کوئی اطلاعی دارین که مدت زیاد میشه؟ خب انال ایر بگیم که از شیریخ چند نوع شیریخ داریم؟ از حساب نوشیدنی میوه تازه چند نوعه؟ شیریخ واسه شیریخ باف نوع فلان شیریخ داره، شیریخ مغزدار، شیریخ مخصوص، شیریخ زعفرونی میوه‌ای اینا و شیریخ ساده و نوشیدنی فلان میوه طبیعی و مالتا و کیلا و سیب و آب توت فرنگی فلان همینا موجوده. بسیار خوب. قدیم که بودک تامی برق و اینا حساب کتاب نماده بودک شیریخ دستی به سنتی. حالی هم شما فلان عمل ما شیریخ ما فلان به میرات فقط ما بستم میکنه شیریخ سنتی، شیریخ دست البته. بسیار خوب. بله. بسیار خوب. خب فروش شما با ماه مبارک رمضان بهتره یا بعد از روزه؟ بعد از روزه که 100% بهتره، چون ماه روزه که هست صبح دانو بسته و یک دم شومیه دیگه تا سحری ما میگه فلان هستیم و خدا شکر میت میگذره دیگه. بسیار خوب، الهی شکر. خب معلوم است برای شما که تنها شیریخ روز چند کیلو یا چند من میفروشه؟ بستگی داره، به روز کار داره، بستگی به روز جمعه داره، تعطیلی داره، عید داره، به روزهای شنبه و پنج شنبه. فقط همین 30 روز ماه مبارک رمضان. بله، 30 روز ماه مبارک رمضان فعلا روز 20 من 25 من میره شیریخ. گردن بند باشه بینندای عزیز. اگر کار خوبی باشه که همین دو برادر میکنه همین کاره.
ما هم اینجا شیشته حداقل نمیگم بفرماییم، یک تعارف علیکی ازم دروغ یار راستی بده که میگه چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. شما برای ما کی صدا دادن؟ من رافق خود صدا کردیم. شما دیگه مصرف بدیم. خب بسیار خوب. تشکر از اون لطف شما. قربان شما. نام گل خود بگیم. نام وحید احمد جان. بسیار خوب. از کجا هستید؟ از ولایت هرات. خب از کدوم ولسوالی؟ انجی. بسیار خوب. به شهر فعلا میشینیم یا به دیگ؟ به شهر برام. خب کاروبار شما چیه؟ کاروبار ما تلفروشی برام. خب شما از اون تل فروشایی که مثلا 1 لیتر تل میریزیم به داخل سکل 8 سر میشه 4 سر نیم اوه نه نه همه سکل ما 5 لیتر تل داره. چه علتی چیه که روشن نمیشه؟ یک دفعه بیاین در دکان به شما تل میندازیم استفاده کنیم میفهمیم که ما از این 8 سره که شما میگیم 4 سر اوه یا 4 سر تل به شما معلوم نشه. نه راست میگم این کار نمیکنم. بسیار خوب قربان شما نوش جان شما. خب چند رقم میوه تازه هم هست. شما دو نفر کدوم یک شما انتخاب شیریخ کردید؟ نظیر احمد جان انتخاب شیریخ. خب تا اون نظیر احمد جان بجام کنه؟ به جمع خود نظیر احمد جانه. شما میجین؟ نه خب ایت جدا جدا پلا خور میدین؟ نه یا من میدونم یا نظیر احمد جان. خب مثلا میگم اونا امشب میندازم میخان شما حقیقت شما رو زور نمیده؟ نه چرا زور ده حساب رفاقت دیگه. گاهی وقتا با اونا میدن گاهی وقتا میدن فرق نمیکنه. خب شما نشنیدین که میگه رفاقت باید به کیسه نباشه؟ نه بشنیدین. خب خیلی خب اینا که فعلا از حساب کیسه استفاده میکنن؟ نمیکنه. نه کیسه ما و از اینای نداره دیگه هر دو کیسه یکه. بسیار خوب خوشحال شدیم. تشکر از لطف شما. قربان شما نوش جان شما. اگه میمون ما میشیم اجازه داریم ما دگم برای شما بیاریم. خیر بینید زنده باشین تیار باشین. سلامت باشین. شما دیدین. همچنین برار گل سلام. زنده باشیم سلامت باشین دوستا. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ و علیک السلام. الحمدلله خوب هستیم. شما خوبیم؟ قربان شما زنده باشیم. مولوی صاحب نام شریف شما؟ نام شریف من مولوی صاحب عبدالله زاهد از ولایت هرات از ولسوالی کشکانه هستیم. بسیار خوب. فعلا وظیفه به کجایه؟ فعلا وظیفه به منطقه جبرائیل ناحیه 13 هستیم. بسیار خوب. خب از جبرائیل چی شد که امشب شما با دوستا به زیر مسجد آمدین؟ خیلی ببخشیم برادر عزیز ما یک جا میمون بودیم دیگه از اون طرف میاییم دیگه باز میریم به سر وظیفه خود. بسیار خوب بسیار خوب. دوستان خود شما به یک جا همکارم؟ بله رفیقا امرای ما هستن. بسیار خوب. او آقا پسر توضیح بدیم که لباس نظام پوشیده چه کار شما میشه؟ یه مجاهد خردک که بچه ما هسته. فرزند شما نه؟ بله خب چرا پیش آقا خو نشیشته؟ او کاکایش هسته پیش کاکای خودش شده. اینا چه کاری نه؟ یه خارزاده ما هستن. ماشاءالله نام خدا. بسیار خوب. ایر بگیم که به ماه مبارک رمضان هوام گرمه، حتما شما سر چک پونام استاده. روزه برای شما چی رقم تیر میشه؟ الحمدلله ماه مبارک رمضان خیلی ماه پرفتوح فرعیزت الله جل جلاله هست. خیلی خوب به خوشحالی و به عزت تیر میشه الحمد.
دوستان نازنین، ساعت فکر کنم 11 شب شده. به خاطر گل روی شما ما تا حال داخل بازار بماندیم. برای شما برنامه تهیه میکنیم دهن به روزه. چند ساعت هم از افطار تیر شده، من یک دفعه نون خوردم. باور کنید که یک دفعه. در کنار یک برادری هستیم که اینا آیسکریم میفروشم. از اینا میپرسین که آیا به شو هم اینجا مشتری هسته؟ مشتری های که هسته به چی واسطه به داخل بازار امشب میایم؟ به خاطر لباس چیزی یا به خاطر میوه این میایم یا همیشه همین رقمه؟ سلام علیکم. خوبه؟ ساعت شما خوبه؟ اسم شریف شما؟ بسیار خوب. مسئولیت می ماشین آیسکریم دو شما نه؟ بله. خب از صبح اینا اینجا گذاشتیم؟ بله. خب باز اینا رو به کجا انتقال میدیم؟ اینا رو انتقال میدیم، تیار میکنیم به یخچال برای افطاری، برای شام که میبرم همشهری‌ها به خونه آخه افطاری خوبا میکنم. بسیار خوب. شما آیسکریم که امشب میفروشیم تقریبا ما ساعت 11 شوشه. حالی هم مشتری به این موقع شب است؟ بله، تا یک دوی شب ما دیکن واز مشتری هستم. همشهری‌ها میام اینجا از طرف شو شیریخ میخورم. بسیار خوب. از بغیر از ماه مبارک رمضان هم همیت شوا تا به ساعت 1 بجه شو هستیم؟ تا ساعت 1 و 12 بجه شو بله هستیم. خب یک دونه آیسکریم مثلا به چند شما میده؟ 10 ریپی هم هست، 20 ریپی هم هست، 50 ریپی هم هست، هرچی ماسته باشم. برای همون بسکوتا تا به چند جا میشه؟ تا 50 ریپی جا میشه. های های. اما بسکوت چند کیلو میگیره که شما میگین 50 ریپه؟ بسکوت نیم کیلو هم میگیره، ما تیار میکنه. اشته تیار میکنه؟ حالا ما این شما تیار کنیم یکی. نه ما کنم ما عمل اونجا شما خیلی اینجا معجون خوردیم، نوشیدنی خوردیم. یعنی حقیقت داره؟ بله. خب بسیار. دوستان نازنین، ساعت که به شما گفتم چند بجه شبه، 10-15 دقیقه دیگه بمونده به حساب سحری. افطار نمیگم، افطار اودم بدک. در کنار ما جیمامایان که فکر کنم بیامدم به دم دکون قنتی، نمیفهم که اینا میوه اید مایم بگیرم، شیرینی اید یا دیگه چیزی. ماما جان سلام. ساعت شما خوبه؟ الله خدا خوبه، حالتون خوبه خیلی. زنده باشی. ماما جان از کجا هستیم؟ از ادرسکم. خب به ایراد به مهمونی آمدیم یا کار چیزی داریم؟ کار داشتیم بیامدیم رز پاش به هید بستنیم. چی بستانیم؟ به هید رز پاش بستنیم. به عید رز پاش میستانیم. خب بسیار خوب. میوه عید میخریم یا مثلا ایت جایز چیزی میستانیم؟ میوه عید میخریم. خب بسیار خوب. امسال به نظری شما گرونتر میوه عید یا پارسال؟ امسال گرونتر خوب. خب چرا علتی چیه؟ ما چی میفهمم لحظه بگی؟ خب به ما گیرون میدم دیگه لحظه خب نمیدم. ماما جان به منطقه شما هم رسم و رواج سفره عید هسته؟ بله از ما سفره عید تنبیه کنم. خب چرا شما مثل قدیم همو پخشابا و همو دوستان نخود کشمیشیم هم داخل پخشاب منداختیم و بالاخره من می آمدم آسته به کیسه خو میریختم میجستم. از ما اونو گپانی از ما مولده. چی رقمه؟ نونه مولده تیار میکنیم. نون تیار میکنیم؟ نون تیار میکنیم با روغن زرد. ماشاءالله. تنها نون میدیم یا شوروای چیزی هم میدیم؟ نه تنها نون میدیم و برنج میدیم. خب پس میوه عید برای چی میخریم؟ ایدم کودکا بیا کودکا میدیم. خب چرا کودکا البته شکم ندارن که بزین هم شوروا بدیم؟ شوروا میدیم با ایدم میام بخونه. خوش بخونه میام میدیم. یعنی اگه من بیام من بجام کودک میدیم. تو میمون بیای بودم میدیم. ما بجام کودک بخونه ما بیای میدیم. قربان شما، خداوند شما را عزت بده ماما جان. تشکر از شما. ایر بگیم که بزو منطقه شما حساب دیمه اینا چی رقمه؟ دیمه چی نشده؟ نه. آخر امسال میت بارش اومده که سرکا بزرگ بارش از وقتی و تیر شد بارش. بسیار خوب. برای ماما جان افطار خود شما جانجوری سلامتی. بگو خوردی؟ نون خوردین؟ تیار باشه. بری خب من اینجا وطن شما چاونون هم میدی. قربان شما، شما مسافر میمون ماشین. وطن میتونیم بریم.
خیر بینیم. خونه آباد. تشکر از شما. دوستای نازنین، این بود برنامه امشب که برای شما تهیه و ترتیب شد از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین، سابسکرایب و لایک و شیر حیات شما نره تا با فردا شب که باز به کدو فلکه و به کدو منطقه بریم شما رو به الله پاک میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار همه شما باشه.